بسم الله الرحمن الرحیم. بانه اول کشور برادر عزیز جناب سالیس، ورزشکارای محترم، تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. به خانه خود خوش آمدید. میفهمین من چرا پیشتان آمدم یک به یک سر میزایتان گشتم؟ از خاطر که موجب افتخار کل افغانستان هستیم. شما او جوان هستین که یک نمونه برای نسل جوان ما هستین. هم بازوایتان قوی است، هم جسمتان قوی است، هم احساساتتان افغانی است. سچه افغانی استید. و دلیل سومی است که معاون صاحب اول باعث افراد منتخب بانوی اول کشور، ما خدمتگارای مردم هستیم. وقتی که شما در اینجا تشریف میارین، معنای است که مردم در اینجا تشریف آوردن و خدمتگارایتان عرض احترام میکنن. و نقطه چهارمش از هم مهمتر، فاجعه، غم، درد، خون جز زندگی ماست. اما شما بر ما لبخند آوردین، شما بر ما چکچک آوردین، شما احساسات آوردین و شما رقابت سالم تمثیل کردین. لطولو نه دزلل کومه منه نکو. اول بانوای قهرمان ما را تبریکی میتونم. امروز تیم بانوان هرات، تیم برنده، تیم بانوان کابل نایب قهرمان و تیم بانوان جوزجان به فاطمه ایدری باعث بهترین گلزن، به الهه صفدری باعث بهترین دروازه‌بان و به منیژه نوری باعث بهترین بازیکن تبریکی میگیم. همچنان تیم شاهین آسمایی را باعث تیم برنده ما ای دور لیگ برتر نهم دور تبریکی میگم و تیم سیمول غربرز باعث نایب قهرمان تبریکی میگم. از فردین حکیمی بهترین بازیکن ما، از کاوش حیدری باعث بهترین گلر ما و از مصطفی رضایی باعث بهترین گلزن ما ابراز امتنان میکنم و تبریکی میتونم. جا داره که از معاون صاحب اول ریاست جمهوری برادر عزیزم جناب سالیس صاحب تشکر کنم که با مجرد که مشکل تمویلتان فراهم شد فوراً اقدام کرد و نه تنها منابع دولتی را بلکه منطقی که داره سکتور خصوصی را قناعت داد و اونا سهم گرفتن و به هر مقدار که سکتور خصوصی سهم گرفت دولت هم سهم گرفت. از ایشان و از ابتکارشان ابراز امتنان میکنم. فرمایشتان ساده، اصولی و بجاست. دولتتان هم از نگاه معنوی هم از نگاه مادی از فوتبالرهای خود حمایت خواهد کرد. شما قابل حمایت هستین، ما وعده حمایت برتان میکنم. و در آخر از جناب کارگرس و از جناب رئیس ابراز امتنان میکنم. واقعا جناب رئیس از روز که شما تشریف آوردین شکل سپورت در افغانستان به صورت بنیادی تغییر کرده. یک فضای صمیمیت، فضای همکاری، فضای هماهنگی از کارگرس باعث رئیس عمومی فدراسیون فوتبال و از خواهر ما آرزو رحیمی مسئول تیم بانوان ابراز تشکر میکنم. انشالله تعالی هر رقم است خپل ویلې اول خبره دا وه چې د کرونا په شرایطو کې په افغانستان کې لوبې ترسره کوي، بل کال ته انشالله تعالی منطقوي او نړیوالې سطحې باندې به ځلیږئ. زه باورمند یم. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد قهرمانان ما و پاینده باد فوتبالرهای ما.